سلام دوستان عزیز، به کانال آموزش آشپزی چاشنی خوش اومدین. با آموزش این ژله خوش رنگ هندوانه مخصوص شب چله در خدمتتونم. لطفاً تا آخر این ویدیوی خوشمزه با من همراه باشین. ابتدا 2 بسته ژله هندوانه رو در کاسه بریزین. 2 لیوان آب جوش اضافه کنید. هم بزنید و روی بخار آب بنماری کنید تا تمام ذرات ژله حل شه. حواستون باشه اگه ذرات ژله کامل حل نشن در انتها ژلتون ترک میخوره. حالا اجازه بدین ژله خنک شه و بعد نصف لیوان شیر اضافه کنید. یک نکته مهم برای اینکه شیر نبره اینه که حتما ژله و شیر همدمای محیط باشن. حالا قالب مورد نظرتون رو با کمی روغن چرب کنید تا ژله در انتها راحت‌تر از قالب جدا شه. بهتر از قالب‌های پلاستیکی یا فلزی استفاده کنید. بعد ژله هندوانه رو داخل قالب بریزید و 20 دقیقه در فریزر قرار بدین. برای رنگ سفید 1 بسته ژله آلوئه ورا رو داخل کاسه بریزید. 1 لیوان آب جوش اضافه کنین و هم بزنین. بعد روی بخار کتری بنماری کنید. نصف لیوان شیر بهش اضافه و مخلوط کنید. قالب رو از فریزر خارج کنید. ژله قبلی نباید کامل بسته باشه وگرنه لایه‌ها به هم نمیچسبن. به آرومی ژله رو در قالب بریزید. مجددا 20 دقیقه در فریزر قرار بدید. ژله طالبی رو هم در ظرفی بریزید و 1 لیوان آب جوش بریزید و حل کنید و روی بخار آب بنماری کنید. نصف لیوان شیر اضافه کنید. به آرومی روی لایه قبلی بریزید. 20 دقیقه در فریزر قرار بدید. بعد از اینکه ژله کامل بست، قالب رو 10 ثانیه در آب جوش قرار بدین و بعد ژله به راحتی از قالب جدا میشه. حالا با شکلات اشکی تزیین کنید. به همین راحتی ژله هندوانه مخصوص شب یلدا آماده شد. امیدوارم ژله هندوانه رو درست کنید و شب یلدا در کنار خانواده خوش بگذرونید. ممنون میشم اگر از آموزش امروز خوشتون اومد لایک کنید و کانال رو دنبال کنید. نوش جان.